آقا درود بر شما. آقا امروز 6/4/1403 نگاه کنیم برادر. یه نفر اومده تمام این لوله ها رو داخلش ورداشته، سیمان سفید ریخته تو این لوله ها رو، سیمان سفید ریخته که همه رو بندش کنه. صاحبخونه هم اومده اینجا وسیله بیاره، خونه رو تحویل بگیره از راه دور. میبینه آب نداره ساختمان. واقعا این کار کی بوده؟ کلی هم ضرر زده، هم به صاحبخونه هم به پیمانکار. نگاه کنید چقدر اینجا هزینه شده. نگاه کنید ببینید این آدم چه آدمی بوده. واقعا با همچین هزینه کرد و همچین خرج کردی همچین ضربه ای رو برداشته به ساختمون زده.